من احساس می‌کنم که به عنوان یه 26 ساله ای بدنت گرد، خیلی خوب اومدی، راضی‌ام ازت. من 15 سالم بود که ازدواج کردم، 16 سال و 2 ماه هم بود که پسرم به دنیا آمد. من کارشناس مامایی هستم. اینکه تو 26 سالگی یه پسر 10 ساله دارم، یه دستاوردی که دارم با چشم می‌بینم. اینکه تو رشته‌ای که دوست داشتم درس خوندم و فارغ التحصیل شدم، الان دارم تو همون رشته‌ای که دوست داشتم کار می‌کنم، باز این هم یه موفقیته برام. و احساس می‌کنم خب دیگه چی می‌خواستم؟ چطوری بگم، خیلی من از این بابت مورد سرزنش قرار گرفتم که خب مثلا پدر مادرت بی‌سوادن، سطح خانوادگیتون پایینه، مثلا دوچار فقرید، بابات داده بره که نون کمتر. تو خانواده تحصیل کرده بزرگ شدم، پدرم وکیل هستن، مادرم حالا دانشجوی دکترای روانشناسی هستن، یعنی خانواده هستن که در سطح جامعه یه چیز مقبولی رو دارن دیگه. ولی خب تو اون موقع توی من دیدن و متوجه شدن که میتونم مسئولیت زندگی رو داشته باشم و بهم اعتماد کردن. اینکه شما 26 سالگی کارشناسیتون رو گرفتین، مادر یک پسر هستین و دستاوردتونه و دیگه چی میخواین؟ هیچی. خب این یه مسیر شخصی من اصلا با اون کار ندارم. فقط یه مسئله هستش که خیلی دوست دارم اشاره کنم بهش. چیزی که شما درگیرش هستید دختر، بهش میگن کودک همسری. یعنی 2 تا ارگان بین المللی وجود داره، یکی یونیسف، یکی سازمان حمایت از حقوق کودکان، که تو هر دوتای اونها ازدواج کودک زیر سن 18 سال بهش میگن کودک همسری و غیر قانونیه. جالب اینه که بدونی که ایران عزیز ما هم عضو سازمان حمایت از کودکان هستا، ولی چیکار کرده؟ گفته که نه، 18 سال زیاده. ما توی ایران قانون عوض میکنیم، میذاریم 13 سال برای دختران، 15 سال برای پسران. بنابراین طبق مسئله‌ای که کنار هم میذاریم میبینیم که شما بحث قانونی نیست، ما بحث مذهبی رو داریم. یعنی همه جای دنیا زیر 18 سال ممنوع ازدواج و بهش میگن کودک همسری و باش مبارزه میکنن. اینجا چون بحث مذهب در حکومت و در قانونگذاری نقش داره، اولویت مذهبی میشه. بنابراین اینکه شما میگین پدرتون وکیل، مادرتون روانشناسه، که حالا میرسن به اون داستان روانشناس، من فکر میکنم بیشتر اینا بحث مذهبی باشه. یعنی ندید خارق از ظاهر شما میشه گفتش که خب ما با یه خانواده مذهبی روبرو هستیم. و خیلی دوست دارم که مادر شما به عنوان دکترای روانشناس یه بار بشینیم با هم گپ بزنیم، بگم که این داستان کودک همسری رو چطور در روانشناسی که یک علم غربیه و در غرب این حرکت شما کودک همسری حساب میشه و خلاف قانونه، اینجا توجیه میشه. خیلی دوست دارم و برام جالب بود، یه حساب کتابی کردم دیدم که شما میگی 15 سالگی ازدواج کردی، 16 سال و 2 ماهت بوده، دقیقاً میگی بچت به دنیا اومده، 9 ماه دوره بارداری، یعنی شما تقریبا بعد از 5 ماه حامله شد. دمشون میگم بالاخره همین.